سلام آرمین. آخه مثلا خودش هم فقط تو خونه نمیکشه، تو جاهای مختلف ساختمون میکشه. حالا که از کجا این بوه میاد و من واقعا نمیفهمم. موهام الان باز کنم. بوی سیگار. سلام دکتر محسن. مرسی شما. 164. مرسی امین. بله هستم. سلام. اینقدر سریع و یالو میزنم براتون. تایید. نه خیرم. تو بلند. چه چیزم خواستم به نفر بگم. آها راه رو باشید همیشه که من باش دردم که تو راه رو نکش. دیگه نمیکنم تو راه کشه. نمیدونم دیگه کجا میکشه که انقدر بو میاد اینجا. قش نمیدم تا به من خوشبختم دکتر. نه حساسیت ندارم به بوش، من خودم اصلا کشم گهدایی. ولی مشکلم اینه که قربم آسم داره، نباید بوی سیگار بخوره بهش. آره. بعد این بوی سیگاره هی تو خونه منه، ریه هاشو اذیت میکنه و این رو مخ منه. حتما آسم داره. نیمون آسم داره. نه. سلام امید، خوبم، تو خوبی؟ خوش اومدی سواشم. تو هم روزا خوبی داشته باشی. در خاق قربت. خیلی زیاده. 21 سالمه. 21. منم خوشحال شدم. باشه کنی. آره کلا بیماری تنفسی تو گربه ها خیلی زیاده. آیدی میگم خیلی وقتا نزدم، سازم الان پوک نیست و همسایه ها اینجا غر میزنن. همسایه های ما واقعا وحشی هن. من آهنگ میذارم کلی میاد داد و هوا میکنه. بابام نه گربم. نه آسوما ما سلام کن. نه باشم اینجاست. نه و خودش هم همیشه هی میره بو میکشه همه جا رو. انقدر اون مخ منه. بله گربه پیشی. مرسی کومل. مرسی. وای چرا قیافه هاشون دیر میاد. نه این مادر. کومل مرسی ازم. بچه ها بالاخره این چی میگم طلسم استار من شکسته شد. تبریک میگم.
سلام 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 سلام. آره دو تا گربه داره. اینو یکیه. آسو نگاه کن ماما، سلام کن. چی شده؟ آره نرم انقدر ترن این زیاد، این بچه زیاد بغلی نیست. نه خیرم به خاطر کمیله. خیر اسمش آسوه، من دامپزشکی خوندم. آسو اون خدا فکر میکنی دارم این نداشت میکنه. بیا بوست کنم ماما، بیا ماست کنم. بچم گشتش. بله دامپزشکی خوندم من. خوش باید کار حسودی.